نامه ای از کامو. می نویسی که جنگ لحد کرده است، که دلت می خواهد بمیری، اما آنچه نمی توانی تحمل کنی این حماقت عمومی، این آتش جوونانه به خونریزی و این ساده لوحی جنایتکاران است که هنوز باور دارد مشکلات بشری را می توان با خون حل کرد. نامه‌ات را می‌خوانم و درک می‌کنم و آنچه واضح‌تر از همه درک می‌کنم این تضاد میان پذیرش سهل مرگ خود و بیزاریت از مرگ دیگران است. این نکته ارزش شخص را نشان می‌دهد و او را در ردیف کسانی قرار می‌دهد که می‌توان با آنان سخن گفت. راستی چگونه ما می‌توانیم از گرفتار شدن در یأس بگریزیم؟ آنانی که دوستشان داریم پیش از این نیز در خطر بیماری، مرگ یا دیوانگی بوده‌اند، اما هرگز همه آنهایی که دوستشان داریم به یکباره و همزمان با هم در معرض تهدید نبودند. ما هرگز پیش از این چنین یکپارچه به دست نابودی سپرده نشده بودیم. من تو را میفهمم، اما از آنجا به بعدش که میخواهی زندگیت را بر بنیان این یأس قرار دهی یا باور کنی که همه چیز به صورت یکسان بی‌معنی است و پشت نفرتت سنگر بگیری، دیگر با تو موافق نیستم. چون یأس تنها یک احساس است و نه وضعی ابدی. نمیتوان در یأس ماند. احساسات باید جای خود را به درکی روشن بسپارند. میگویی چه باید کرد و من چه میتوانم بکنم. اما سوال را نباید اینطور شروع کرد. تو هنوز به فرد معتقدی، چون نمیتوانی آنچه را که هم در اطرافت و هم در خودت ارزشمند است دریابی. اما این افراد کاری از دستشان ساخته نیست و در نتیجه تو از جامعه ناامید میشوی. به یاد داشته باش تو و من این جامعه را بسیار پیش از آغاز این فاجعه رد کرده بودیم. ما می‌دانستیم که کار این جامعه ناگزیر به جنگ می‌کشد و ما هر دو منکر وضع و اوضاع جاری بودیم و هر دو احساس می‌کردیم که میان ما و این جامعه وجه مشترکی نیست. امروز هم این همان جامعه است و به همان انتهای منتظرش رسیده است و چون بی‌غرضانه بنگری می‌بینی که برای مأیوس بودن امروز دلیلی بیش از 1928 نداری. در واقع دلیل مأیوس بودنت نه بیش و نه کمتر از آن زمان، بلکه درست به اندازه همان زمان است. و چون خوب بیندیشی، آنان که در سال 1914 به جنگ می‌رفتند برای ناامید شدن دلایل بیشتری داشتند، چون درکشان از مسائل به روشنی ما نبود. اما بیش از هر چیز باید از خودت بپرسی که آیا واقعاً همه کارهای لازم را برای پیشگیری از جنگ انجام داده ای یا نه؟ اگر انجام داده ای پس این جنگ ناگزیر بوده است و دیگر کاری از تو بر نمی آید. اما برای من مسلم نیست که تو خودت یا هر یک از ما آنچه را که باید انجام داده باشیم. آیا نمی توانستی از آن پیشگیری کنی؟ نه، این درست نیست. کافی بود که به موقع در پیمان ورسای تجدید نظر می شد. این کار انجام نشد و مسئله همین است. هنوز فرصت هست که اعمال غیرعادلانه ای را که به اعمال غیرعادلانه مشابه دیگر انجام می شود انجام میده است را رد کنیم و در نتیجه این اعمال را هم از الزامی بودنشان ساقط کنیم. هنوز کار مفید و مؤثری هست که بتوان انجام داد. کاری هست که از دستت بر بیاید. تردید نداشته باش. هر کسی حیطه نفوذی برای خودش دارد که یا به محاسنش یا به معایبش مربوط است، اما به هر حال فرقی نمی کند. این حیطه نفوذ وجود دارد و می توان از آن بدون واسطه سود برد. کسی را به شورش ترغیب نکن. باید در مورد خون و آزادی دیگران محتاط بود. اما تو می توانی 10 یا 20 نفر را قانع کنی که این جنگ اجتناب ناپذیر بوده است، که راههایی برای پیشگیری از این جنگ هست که هنوز آزموده نشده است، که ما می توانیم این حرف را بگوییم. مواردی
در مواردی می توانیم بنویسیم و در موارد لزوم فریاد بکشیم. این 10 یا 20 نفر به نوبه خود با 10 نفر دیگر این حرف را بازگو خواهند کرد و آنها نیز همین را تکرار می کنند. اگر تنبلی مانعشان می شود، جای بسی تأسف است، اما تو می توانی با 10 نفر دیگر شروع بکنی. وقتی آنچه از دستت برمی آید و در حیطه تو است را انجام دادی، آن وقت می توانی بنشینی و هر قدر دلت می خواهد در یأس فرو بروی. این را بفهم، می توان از مفهوم زندگی در کل نومید شد، اما نه از شکل‌های خاصی که به خودش می گیرد. می توان از هستی نومید شد، چون هستی در ید قدرت ما نیست، اما از تاریخ نه. تاریخ در دست افراد است. افراد هستند که امروز ما را می‌کشند. چرا نباید افراد کاری کنند که جهان با صلح قرین باشد؟ باید کار را شروع کرد و به هدفهای مرعوب کننده و دور از دست رس نیندیشید. پس درک کن که جنگ همانقدر که ساخته و پرداخته شور و شوق جنگ طلبان است، ساخته و پرداخته نومیدی کسانی است که از آن بیزارند.